ما مسیر جاده سلامتی که داشتیم بودن 1 کیلومتر انجام دادن. اگه شما دستور ویژه بدین 1 کیلومتر دیگه هم باقی مونده انجام بشه خیلی کمک میکنه در بحث بستر گردشگری. اون دریاچه ما هم که خدمتتون عرض کردم آقای دکترم فرمودن، اون جادهش اگه درست بشه من قول بهتون میدم پایان سال شما یه بازدید شبیه داشته باشین. فضای بسیار منحصر به فردی که تو استان گلستان و مازندران بی‌نظیر ما خواهیم ساخت. این فضا ان شاءالله با پیگیری که آقای دکتر فعالی داره اتفاقی خوبی میفته. سویت‌های ماندگار داریم ما اینجا که برای شب موندن 5 تا 10 تا سویت محسوب میشه که گفتم آقای استاندار فرمودن که تعدادشون ما افزایش بدیم که این موضوع برنامه است که امسال حتما 5 تا 10 تا دیگه افزایش بدیم. این هتل هم کاملا یه هتل درختی خیلی مرتبه که اینم داریم آماده می‌کنیم چیز رستوران که مردم استفاده کنن ازش. چند سال گذشته این فرسوده شده بود. ما فقط یه مجوزی می‌خوایم که بتونیم اینجا این فعالیت‌های عمرانی ما رو تو این پارک افزایش بدیم. قبل از هر چیزی باید به مردم خونگرم و با فضیلت گلستان عرض سلام و ادب داشته باشم. خاصه مردم با فضیلت و با معرفت و مهمان نواز کردکوی. انصافش این است که اینجایی که الان هستیم یه قطعه از بهشت است و همه زیبایی‌هایی که ایران زمین داره در این جغرافیا انسان از نزدیک می‌بینه. خود این فضا و این محیط و این ظرفیت یک فرصت بسیار مهمی است برای جذب گردشگر. ما باید زیرساخت‌ها رو تقویت کنیم و تبلیغات لازم رو داشته باشیم که هم گردشگر داخلی و هم خارجی به این نقاط بیان. این پارک جنگلی هست که با همت منابع طبیعی به شهرداری داده شده و باید کمک کنیم. ما هم تعهد داریم که کمک کنیم. استاندار محترم کمک کنه و خود شهرداری باید همت کنه اینجا آباد بشه برای استفاده همه مردم از جمله گردشگرایی که به استان میان و به شهرستان میان. خیلی مهمه که این اتفاق بیفته. ظرفیت‌های خیلی خوب و عالی داره. ما متعهدیم یک کمک کنیم به زیرساخت‌ها، دو ظرفیت‌های تولید محتوا برای معرفی این ظرفیت رو به گردشگر داخلی و خارجی داشته باشیم و سه مجوزهای لازم بدیم که موانعی برای انجام کار وجود نشه باشه. الان خوشبختانه روند گردشگری استان با گزارشی که من از آقای استاندار داشتم خیلی رو به جلو هست. تلاش خواهیم کرد یه اتفاق جدیدی در این 4 شهرستان از کردکوی آغاز کردیم و بقیه ان شاءالله شکل بگیره. مردم این سرزمین و این دیار و این حوزه احساس رضایت داشته باشن که این برای ما بزرگترین سرمایه است. حامل سلام ریاست محترم جمهور هستم به مردم استان گلستان، به مردم عزیز کردکوی. من دیروز قبل از عزیمت به فرودگاه با ریاست محترم جمهور دیدار داشتم و تاکید داشتن که سلام گرم ایشون رو به مردم استان گلستان و به مردم این دیار برسونیم.